سلام دوستای عزیز متقال آرت. امروز میخوام این کیف رو بهتون یاد بدم که روش چاپ سابلیمیشن زدم. هر طرحی رو بخواین میتونین به چاپخونه ها بدین که براتون چاپ سابلیمیشن بزنن. من از بالای ساک 2 سانتیمتر یعنی 2 تا 2 سانتیمتر تا زدم و وسط کیفم رو مشخص کردم و از طرفین 6 سانتیمتر به کناره ها رفتم. اندازه خود کیف رو هم که براتون نوشتم. اندازه دسته ها رو هم 70 سانت گرفتم که در 2.5 سانت من از این دسته های کتان استفاده کردم. دسته رو زیر اون تایی که زدم قرار میدم و میارم رو به بالا، همینجور که توی تصویر میبینید. ببینید یه قسمتش رو میبرم داخل و برمیگردونم رو به تای ساک و این قسمت رو 2 بار میدوزم و برای هر دو طرف هم این کار رو انجام میدم. ببینید یه دوخت از پایین میزنم، دسته رو حواسمون باشه که جا به جا نشه. آرومون یه تیکه دسته رو میدوزم و میرم به سمت دسته بعدی و اون رو هم میدوزم و یه دوخت رو هم بالاتر به لبه کار میدوزم که محکم باشه کارم. برای هر دو طرف هم این کار رو انجام میدم. این روش رو دیگه برای هر ساکی بخواین برای وصل کردن دستش میتونین انجام بدین. دیگه روی کار نصب نمیشه از پشت و خیلی هم محکم در میاد کارتون. این دو دوخت که من زدم و از بالا به این شکله. حالا برمیگردونم کارم رو به پشت. لبه های بالا رو روی هم قرار میدم، تنظیمشون میکنم، با سوزن فیکس میکنم و حالا قسمت حجم ساک رو میخوام در بیارم. این روش رو قبلا هم براتون توضیح دادم. من میخوام حجم کیفم 10 سانتیمتر باشه، پس از طرفین 5 سانتیمتر جدا میکنم، هم از رو هم از پشت. 5 سانتیمتر به سمت بالا میرم و علامت میزنم. حالا وسط کیفم که مشخصه، این دوتا اندازه ای رو که زدم ببینید روی هم منطبقشون میکنم. ببینید این علامت پشت من. بعد قشنگ دستم رو میکشم، با دستم اتو میزنم. اون 5 سانتا رو ببینید، این میشه حجم کیف من. حالا این دوتا لبه رو میارم روی هم و سوزن میزنم. ببینید از کناره ها قشنگ اینا روی هم فیکس میکنید. ببینید به چه شکل در میاد، یه 7-8 در میاد. باز این طریقه حجم رو توی پست‌های قبلی هم براتون گذاشته بودم. دیگه کناره های کار رو میدوزیم و به این صورت میشه حجم کیفمون. اگر سردوز دارین میتونید کناره کار رو سردوز کنین، ولی همینطور هم مرتب و قشنگ. اینم از ساک قشنگ توت بگ زیبا که به هر اندازه و سایزی میتونین برای خودتون، برای کسب درآمدتون بدوزین. لایک و سابسکرایب و فالو کردن هم یادتون نره، برای دوستانتون هم بفرستین.